سلام، من عارفم. امروز نمیخوام فقط چند تا جمله بگم و برم. میخوام باهات بشینم درست وسط همون لحظه هایی که الان توشی. شاید روزایی باشه که حس میکنی همه چی سنگین شده یا حتی خودتو گم کردی. ولی این چند دقیقه رو با هم میریم دنبال یه جرقه‌ای که شاید همون چیزی باشه که مدت‌ها دنبالش بودی. امروز قرار خودتو پیدا کنی. ببین، زندگی همیشه قرار نیست آسون باشه. یه روزایی هست که انگار یه کوه رو شونه‌هاته و هرچی تلاش میکنی سبکتر نمیشه. روزایی که حس میکنی زمین زیر پات یخ زده و حتی اگه بخوایم نمیتونی حرکت کنی. همه چی ساکته، تاریکه، مبهمه. آدمای دور و برت، حتی اونایی که دوستشون داری میگن بس کن، نرو جلو، نمیتونی، ولش کن. ولی از یه گوشه قلبت یه صدا آروم اما محکم میگه نه، من هنوز تموم نشدم. هنوز یه چیزی مونده. این صدا همون صدای واقعی توه. صدایی که خیلی ها دوست دارن خاموشش کنن، ولی تو باید بلندترش کنی. یه آدم معمولی بود، مثل من و تو، با آرزوهای ساده و ترسای بزرگ. همه بهش گفتن نرو، نمیتونی، ولش کن. هر صبح با دل پر از شک و فقط یه جرقه کوچیک امید بیدار می شد. بارها زمین خورد، بارها شکست خورد، ولی هر بار با زانوی زخمی و قلب خسته دوباره بلند شد. نه معجزه‌ای بود، نه اتفاق خاصی، فقط یه باور ساده که می گفت من میتونم. امروز همون آدم معمولی شده یه ستاره، یه نماد امید و پشتکار، محبوب آدم ها. کسی که وقتی همه گفتن نرو، تنها کسی بود که ادامه داد و مسیر خودشو ساخت. ته خط همیشه اونجایی نیست که همه فکر میکنن. گاهی ته خط فقط یه توقفه، یه لحظه برای اینکه به خودت برگردی، از خودت بپرسی میخوام ادامه بدم یا نه، و جواب این سوالو فقط خودت بلدی. نه گذشته میتونه بهت بگه، نه آدمای اطرافت. درسته این انتخاب سنگین و ترسناکه، ولی تو قدرتشو داری. یاد باشه تو تنها کسی هستی که میتونه سرنوشت خودت رو بسازه. نه گذشته، نه حرف مردم، نه شرایط. یه نیروی عمیق توی وجودت هست که حتی وقتی شک داری نمیذاره کامل سقوط کنی. این یعنی رهایی. رهایی از ترس، از شک، از هر چیزی که بین تو و رویاهات ایستاده. ادامه دادن یعنی وقتی همه درها بسته است تو دنبال یه پنجره بگردی، حتی اگه کوچیک باشه. یعنی وقتی همه چراغ‌ها خاموشه تو شمع خودتو روشن کنی، حتی اگه نورش فقط به اندازه یه قدم جلوتر رو نشون بده. ادامه دادن یعنی باور داشتن به چیزی که هیچ کس نمیبینه، یه نوری توی تاریکی که فقط تو میتونی لمسش کنی، و اون نور همون آینده‌ایه که منتظرت نشسته، همون نسخه‌ای از خودت که همیشه آرزو داشتی بهش برسی. چند تا چیز رو همیشه یادت باشه. 1. آدم‌هایی رو کنار خودت نگه دار که انرژی میدن، نه اینکه انرژی تو بدزدن. 2. به خاطر اشتباهاتت خودتو سرزنش نکن. اونا بهترین معلم‌های زندگیت هستن. 3. هر روز حتی اگه شده یه قدم کوچیک حرکت کن. مهم نیست چقدر سرعت داری، مهم اینه که ساکن نباشی. و در آخر مهم نیست که چقدر حالت بده. همه شبا به صبح ختم میشن. امیدتو از دست نده. پس دفعه بعد که همه گفتن نرو، بدون که وقتش بری. باید ادامه بدی. باید ثابت کنی هنوز میتونی. تو هنوز زنده‌ای، قلبت هنوز میزنه و هنوز چیزی هست که ارزش جنگیدن داشته باشه. رهایی یعنی تو، یعنی همون کسی که می ایسته، می جنگه و ادامه میده، حتی وقتی همه چیز سخت به نظر میرسه. پس بلند شو، نفس عمیق بکش و با صدای بلند بگو من ادامه میدم. پررو باش، خدا پرروها رو دوست داره. راه طولانی رو در پیش دارین دوست من. کانال رو دنبال کن تا وسط این مسیر همدیگر رو گم نکنیم. قراره خیلی چیزا یاد بگیریم و خیلی جاها با هم بریم.